من نمایشگاه‌های ایرانم رفتم، لحاظ کیفیت دارم نگاه میکنم، میبینم اینجا جنس‌های خیلی طبیعی تری رو شما دارید و این خیلی عالیه. مواد نگهدارنده کمتری رو توی محصولاتتون استفاده میکنید. این برای بدن خیلی عالیه، خوب هستش. من میخوام این محصولات تاجیکی رو ببرم توی ایران تبلیغات کنم و باعث فروش بیشتر این اجناس توی ایران بشم. میخوام این کار رو انجام بدم واقعا. آب میوه هاتون طبیعی تره. من این آب میوه ها رو مثلا توی ایران با یه طعم دیگه میخورم. مثلا سیر شما ما میگیم پنیرای ما یه مزه دیگه میده، اینجا یه مزه دیگه کلا میده بدون نمک. اینا یه تفاوت سلیقه‌ایه. بعضی چیزا رو اینجا شما خیلی میپسندید و شاید اونجا نپسندن، ولی من بعضی از این طعمای اینجا رو خیلی دوست دارم.